50% به بالا دارن میچاپند. وزیر و آقازاده و شهرام جزایری هم یه سابقه داره، از زندان آوردنش بیرون، میخوام بخوننش وزیر. بابا منم سابقه دارم، چرا من هیچ به ما پست نمیدی؟ الان به این مرد گفتم ما این 20 مسئله برنجشه، یه برنج دولتی رو من نمیدم. امثال شهرام جزایری چی مملکت چی میخواد صاحبش دادن؟ 50% به پایین همین گرفتارن. بابا به خودمون بیاییم. ببین اینقدر ایرانی ها مشتی هن، مخصوصا رو 50% به پایین. آسد مجتبی اگه اسمت میارم میخوام اینا رو بگی فردا تو جلسات بهت رهبری میری، تو ریاست جمهوری میری، باز قضاییه میری انتظامی میری، بگو کثافتاش برن کنار، خوباش بمونن و ایران به دنیا ثابت کنه ما زیر سایه پرچم امام حسین و پرچم ایرانیم. ما ایرانی